تو کسی رو از دست ندادی که الان غمگینی که من پارتنرم رو از دست دادم. اون آدم فقط یه مأموری بود بیاد در زندگی تو مأموریتش رو انجام بده، نقشش رو ایفا کنه، به تو چیزهایی رو یاد بده، تو رو کاملتر کنه یا به تو درسهایی رو بده و بعد بره. بعضی از آدما فقط برای بخشی از زندگی هم مسیر ما هستن، نه تا آخرش. اگر این اتفاق برای پدر مادر ما افتاد که با اولین پارتنرشون تا آخرش موندن، لزوما قرار نیست برای تو اتفاق بیفته. ممکنه با دومین پارتنر، ممکنه با سومین ازدواجات این اتفاق بیفته. آدمی که مال زندگی تو باشه میاد و بدون تنش جلو میرید. تنشی هم پیش بیاد همدیگه رو میفهمید، یه مشکلی رو حل میکنید و بعد جلوتر میرید. آدمی که مال زندگی تو نباشه، مال بخشی از زندگی تو باشه، میاد یه مشکلی پیش میاد، یه بهانه‌ای پیش میاد و اون آدم دیگه از تو جدا میشه. گاهی وقتا واقعا اصلا بدون بهانه آدم‌ها ازم جدا میشن چون وقتش رسیده. نه اون آدم تقصیری داره نه تو. نوبت اون آدم در زندگی تو تموم شد عزیز من. بذار بره، جا باز بشه برای افراد جدیدتری که میخوان بیان نقش جدیدتری تو زندگی تو ایفا کنن.